درود به شما بینندگان عزیز در استودیو برنامه نوبتی احساس افکار و رفتار و من مریم دولت و در خدمت شما هستم چون همیشگی با همراهی همکار گرامیمون دکتر محمود کبیر. امروز یک موضوعی که میخوایم اطراف آن صحبت کنیم یک موضوعی است که برای جامعه جهانی و برای جامعه متمدن جهانی امیخترش خیلی موضوع داغ است. موضوع خیلی مهم است. موضوعی است که اون انسانی که در جامعه متمدن جهانی زندگی میکند از اون بیرون نیست. این نکاح است. ولی نظر امروزه جامعه های گوناگون معاصر به این مسئله خیلی تفاوت دارد. قسمت مردم کشورهای دیگر نسبت نکاح خیلی سهل انگارتر هستند. نظرشون دیگر است. آنها درباره بودن یا نبودن نکاح در روزگار خودشان میتوانند سبکتر رفتار کنند. اندیششون دیگر باشد. ولی جامعه تاجیکی ما نسبت این ارزش خیلی نظر جدی دارد. در تاجیکستان اویله ها همیشه و قریب که 100% در دایره نکاح بنیاد می شوند. فرزندان هم در دایره نکاح به دنیا می آیند و رشد اویله هم توسط نکاح استوارتر و معتدلتر است. ولی حالت های می شود که نکاح مایه خوشبختی نیست. حالت های می شود که نکاح برای آدمان سرچشمه مشکلات زیاد است. و امروز ما می خواستیم که به این سوال ها در دوام صحبت خودمون جواب های پیدا کنیم و برای شما بینندگان عزیز آنها رو پیشکش کنیم که شاید به درد ما و شما بخورد. بسیار موضوعی مهم است و چون نام این موضوع را گرفتید من در اندیشه زدم که ما جنبه های گوناگون آن رو بینیم. خود نکاح چیست و در کدام حالت قرار دارد، چه خیلی این ارزش هست و گفتنی هایی هست که ما در این باره می توانیم نقطه نظری بگوییم که به این چیز روشنی اندازد و مقام نکاح را باز استوارتر کند و در این تاثیرات های جهانی شویی که فرهنگ های خرد و فرهنگ های کهن رو تهدید می کنند این مفهوم استادگری کرده تواند. بله. چون که نکاح این سازش است، نکاح شرطنامه است، نکاح اجازت است و بینی زن و مرد که نکاح بسته می شود و در پیش این اجازتی البته در گویم که نفس جسم این اجازت می دهد برای دوام دادن نسل، نفس آنها باید گرهوار می شود. در عالم حساسیت محبت پیدا می شود، دوست می دارند. در عالم عقلی هم فکر میشن، هم عقیده میشن و البته نکاح یک فرهنگی است، هم فرهنگ ملی و هم فرهنگ دینی هست. چون که تا زمان اسلامی هم مفهوم نکاح بود و مناسبت های زن و مرد در همه جامعه ها در یک قانون اداره می شدن. از طرف دولت مثلا نکاح که رسما قید کرده می شود در خانه عقد نکاح و طبیعت هم که از عبارت است از عنصرها. در اینجا مرد همچون عنصری خاک و سردی و مرد همچون عنصر آتش و گرمی و هم می پیوندند و یک در طبیعت یک چیزی نوی طبیعی، یک چیزی تامی با وجود میاد که ما رو عائله گفته میتوانیم. و البته نکاح این اجازت از شعور کیهان است، اجازت پرسیدن از شعور کیهان است. با اجازت او با اینکه با هم آمدن این دو نفری که هم نکاح میبندند در اینجا اشتراک میکند خود که شعور کیهان و برای همین نکاح بسیار یک چیز مقدس است عموما در فرهنگ ملی ما. و خیلی در اندیشه فرو رفتم که ببینید چقدر خوب کنسرواتیویزمی که ملی ما
و اون سیاست پیش گرفته ای که در نگاه داشتن ارزش‌های ملی هست، در رشد دادن همون فرهنگ کهن ما هست و آن رو معاصر کردن است که دولت حکومت پیشه کرده است. مفهوم عائله رو در مقام اول گذاشته است. مثلا سال عائله اعلام کردن، مثلا مناسبت های دخالت کردن در درون سیاست درون عائله، یعنی نظارت کردن آن از طرف کمک کردن و عموما بعضی عائله های هست که کمک نیو در حقیقت به دخالت نیاز داشتن. بله. که مثلا ساختار دولتی از لحاظ قانوندانی یوریدیکی، از لحاظ دکتری طبی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ گویم که مسئله های دیگر طرف هایی که عائله نیازمند می شود، البته دولت به واسطه بعضا دخالت میکند، چرا که شاید در حالت دخالت نکردن این عائله میتواند که استوار نباشد یا برهم خورد و مکانیزم های زیادی نگه داشتن عائله و عائله رو و مسئولیتش معین کردن، گویم که قانون آن رو روشن کردن و آن رو یعنی که رعایت کردن یکی از آن مثال‌های خوب است که حالا که دولت ما آن رو پیشه کرده است. چون که مانند که دولت هنوز جوان است، بسیار عائله‌های زمان استقلال که دوره گذریش بود نیاز داشتن به کمک، نیاز داشتن به اطلاعاتناک شدن، نیاز داشتن به نگاه بین، تربیه و مانند که گوییم که یک نودانی حالی که نو میشینانند در باغ تا مستحکم شدنش. چون این آمده بود که ندانم از چی سبب که تا عائله کلان شدن، تا آن مستحکم شدن و دوشی پدر و مادر 4 پیر و 4 تدبیر نگاه بینی انا همه عائله نو در گردن امین ها بود. بله. و حالا خیلی زمانه دیگر شاید جمعیت دیگر شاید اطلاعاتناک بودن یا آدمان امکانات های اجتماعی دیگر چیزها سمت های دیگر میتواند سبب بیان شاید که بنیاز باشن در بعضی چیزها، لیکن این یکی از عنعنه های ملی ما هست که بله. دوش میگیرن کلانترها نگاه بینید. بله واقعا خوب است که خوب گفته در مورد عائله و در مورد عائله مثلا واقعا سیاست کشور ما خیلی جدی است، مناسبت است و حتی در حالتایی که در عائله خشونت سر زدنش ممکن، قانون مخصوص است پیشگیری خشونت خانوادگی که روانه شده است. این قانون به حفظ عائله ها و ولی برگردیم اگر به رسالت نکاح، یکی از وظیفه های نکاح این اعلام داشتن است، یعنی معلوم کردن اون که 2 نفر همزیستی من بعد خواهند داشت. و در زبان تاجیکی بعضی عبارات هستند که در مورد نکاح در مورد توی ها گفته میشن، میگن که اینا به هم دیگر حلال هستند، یعنی مناسبت اینها در نگاه قانون، بگذار قانون دینی باشد بگذار قانون دنیوی باشد، مناسبتی به هم دیگر روا است. یعنی اینا یگان قاعده رو ویران نمیکنن. اینا آدمانی هستند که مناسبت خودشون رو اعلام داشتن، گفتن که ما 2 نفر با هم خواهیم بود. هرچند حالتهای میشوند در جمهوری ما، هرچند ما کوشش زیاد کرده می شود که اینا باید در دایره قانون ها صورت بگیرن، ولی بعضا می شود که بعضی قانون های نکاح رو ما ویران میکنیم. حتی اگر از نگاه فرضیات اسلام بگیریم، یکی از شرط های اساسی نکاح این روزگی 2 نفر نکاح شونده است. روزگی اصیل آنها در نظر داشته می شود. در فرهنگ دینی هم هست. بله، من همین رو در نظر دارم که همین در بله فرضیات اسلام همین چیز است. مثلا و قانون دنیوی ما هم میگه که 2 طرف باید روزی باشن، مرد و زن، خود جوان باشن، به تجربه باشن، خود آدم کلانسال باشن. روزگی طرفین این فرض است و هر چیزی دیگری هست این عنعنه است، عادات است، سنت است، حدیث است، چیزهایی که کمک میکنن برای استواری این فرض، برای صورت گرفتن این فرض. مثلا شاهدان است، اگر خود در نکاح رسمی دنیوی باشد هم در نکاح دینی باشد. بله، بعضی چیزهای دیگر هستند، مثلا توی کردن، خرسندی کردن، رقص و بازی کردن، به دنیا اعلان کردن، حافظان رو دعوت کردن، بله، مردم رو ضیافت دادن، همه اینها علاقه چیزهای 2م درجه در بعضی موارد 3م درجه هم هستند. این اختیار ما است. ولی اون قانونی که ما باید در مورد نکاح حتما رعایت کنیم، این روزگی اصیل طرفین است. این چی معنی دارد؟ این 2 طرف باید دانند
که در داخل نکاح با آنها چی روی میدهد. آنها باید دانند که به چی روزگی میدهند، وگرنه روزگی یک روزگی مجازی میشد. اگر دختر جوان یا جوان مرد نداند که بعد نکاح کدام وظیفه ها دارد، کدام عهدهداری ها دارد، کدام حق ها دارد، نداند که به کجا می رود، آدمانی اطراف در اونجا هستند که ها هستند، خوب هستند یا بد، نسبتی و مناسبتشان چگونه خواهد بود، چگونه با آنها مناسبت ایجاد کردنش لازم می شود. اگر اینها رو نداند، پس آن روزگی اصلی که در ناخنک روی می دهد، ما عکس یک نفر نشون میدیم، صورت یک دخترک به یک جوان نشون میدیم، صورت یک جوان به دخترک نشون میدیم، میگه منم جوان خوشم تو میتیم، روزی هستی؟ میگه روزی هستم. آیا این روزگی به نکاح روزگی اصیل است؟ من گمان میکنم که نه. منطق میگه که نه. زیرا ما وقتی که به بازار میرویم و چیزی رو خریدن میخواهیم، ما خیلی اون چیزا پشت رو میگردونیم، نرخش رو میبینیم، چین میکنیم. یک چیزی که برای یک موسم شاید لازم است، یک چیز 2-3 ماه میپوشیم، گازوارش رو میبینیم، فایده‌ناک یا ضررناک بودنش رو میبینیم. و تصور کنید که ما همسر انتخاب میکنیم، آدم انتخاب میکنیم که آرزو داریم، نیت داریم و همه با ما دعای نیک میکنن که خوش پیر شوید، با هم پیر شوید، یعنی 50 سال شاید 100 سال با هم باید زندگی کنید. و در اینجا ما نمیدانیم که کی رو انتخاب کردیم، برای چی انتخاب کردیم. پس اون چیزی که ضرورت اصلی نکاح است در همین مورد رعایت نمی شود و شاید هزار مشکلی که بعد نکاح به سر نوخانه‌داران، به سر اعضایان این عائله دو طرف، به سر فرزندان بعضا بار می شود، شاید ریشش اینجا باشد. زیرا آدمان بعد چی بودن نکاح هنوز سرفهم نرفتند ولی قبول کردند. ما اگر یک اسباب برقی بخریم که من نمیدونم در 800 تومان باشد، ما دستورالعملش رو میبینیم، ما طرز استفادهش رو میدونیم. ولی شما تصور کنید یک تیغ تیز رو ما با دست 2 کودک میدهیم و طرز استفادهش یاد نمیدیم. و در این مورد واقعا نکاح آن رسالتی که باید داشته باشد اجرا کردن نمیتواند. من گمان میکنم که کشورهای دیگری که از نکاح مذهبی بعضا از نکاح رسمی دنیایی هم دست کشیدند، شاید از همین مشکلات گریختند. آنها چیکار کردن؟ اکثری مثلا پریشان شدن عائله ها رو در تمام جهان ما میبینیم. آنها با هم دیگر نکاح شهروندی گراجدانسکی برак میگن دارن، یعنی 2 نفر با هم همزیستی بنیاد میکنند، میتونن 3 ماه باشد، میتونن 6 ماه باشد، میتونن 1 سال باشد و پریشان بشن به یگان عهدهداری، به یگان شرطنامه، به یگان مصلحت. 2 نفر 1 سال با هم زندگی کردن، مناسبتشان هم مناسبت محرمانه بود، هم مناسبت اجتماعی بود، هم مناسبت معنوی و اقتصادی بود، و مناسبت احساساتی، هم چرا ایگویا که استفاده بردن ولی بنیاد نشد. اینو از هم پریشان شدن. چرا این طرز مناسبت رو در جامعه دیگر کشف کردن؟ زیرا این مسئله اساسی حل شده نبود. و امروز هم اگر که ما بخواهیم که در جامعه عنعنوی خودمون، در جامعه خیلی زیبای خودمون، واقعا از این نگاه من همیشه این روز خیلی صمیمی میگم که جامعه تاجیکستان خیلی زیباست. حتی چهره های ما زیباست، ضمیر مردم تاجیک خیلی زیباست، زیرا با چیزهای مقدس خودش هنوز ارج میگذارد. و اگر که ما در این مورد این چیزها رو استفاده نبریم، با مردم ارزش های نکاح رو هم به جوانان و هم به پدر و مادران آنها فهمانده نتوانسته باشیم، ما نمیتوانیم اون نکاح ها رو حفظ کنیم. اون عائله هایی که بنیاد میشوند، خود نکاح این قویت رو بنیاد نمی کند. خود یک پروسیدور نکاح آمده یک سوره قرآن کریم رو خواندن یک داملا هنوز کفالت عائله آنها بوده نتوانست. امروز ما این رو ببینیم که نکاح ها خیلی زود پریشان می شوند، از بس که قدم پروسیدور عکس نکاح طلاق هست و از بس که مردم اصل نکاح رو نمیدونن، قدسیت نکاح رو نمیدونن، خیلی آسان کلمه طلاق استفاده میبرن، خیلی آسان از این ارزش خیلی والا دست میکشن و گمان میروند از پای یک دختر دیگر، میروند از پای یک جوان دیگر، گمان میکنند که آنجا این چیز میشود. اگر اینجا در نیافتی آنجا هم در نمیابی. و من گمان میکنم که این اون موضوعی است که اطرافیین باید امروز جامعه تاجیکستان ما خیلی خیلی با دقت کار کنند. همه آنهایی که در موضوع فرهنگ ملی دستی دارند بگذاریم داملاهای ارزشمندی ما باشند.
بگذارین اینها علمان اجتماعی شناسی ما باشند، بگذارین کارمندان همون خدمات عقد نکاح بنده بستگی باشند و گمان میکنم که در این مسئله روانشناسان را هم خیلی زود و خیلی زیاد جلب کردن لازم است، زیرا چیزهایی هستند که داملا گفته میتواند، چیزهایی هستند که پدر و مادر گفته میتواند و چیزهایی که روانشناس باید بگوید. و به این من گمان میکنم که اون چیزی که گفتیم که نکاح چیزی مقدس است، چیزی اندک نیست، اون چیزی است که ما دو نفر، یک زن یک مرد، یک دختر یک جوان و با روزگی با دستگیری تمام اولادشان نزد شعور کیهان پیوند میبندند و اونجا مسئولیت ها را به ذمه میگیرن. این کار تصادفی نیست. درست است، این نکاح در کیهان بسته میشه. بله. یکی از سخنان بزرگی است که خلق ما نمیگوید در فرهنگ ملی و دینی ما هست و البته چند چیزهایی هستند که اگر به خودی نکاح کنیم، این نکاح یک چیزی که ابسترکتی است، یک چیزی است که چیزی ماتریالی بغیر از اگر که در خانه عقد نکاح بسته شود همون کاغذ که قوه یوریدیکی دارد بدون همون در شعور، در هوش، در وجدان انسان ها هست. برای همین وقتی که مثلا نکاح که شد بین دو نفر، یک چیزهایی هستند، یک قوه هایی هستند که مثلا در شعور انسان ها، در هوش انسان ها، در عقل و قلب انسان ها جا میگیرد. یکی از این البته درست قید کردید، این مسئولیت است، مسئولیت نسبت به یکدیگر. ببینید اینقدر مسئله همسر، مسئله که شوهر اونقدر بزرگ است که میگن یکی از بخت ها نه همین موافق است. حتی در زبان تاجیکی خودش خوردار شدن بخت خود را یافتن است، همین گونه با همین سینونیم دارد. بله. بسیار چیزی بلند است، بسیار چیزی مقدس است، بسیار ارزشی والا دارد و ببینید در چند جنبه ها که دارد ما اگر بینیم ما میفهمیم که در کجا نکاح میتواند که کسل شود، یعنی در زبان فرهنگ دین رو کراهیت میگویند، مانند که انسان زخمی میشود که نمیمیره، نکاح هم بعضی جنبه هاش سست میشن، ضعیف میشن. ببینید اینقدر درست است که مثلا نکاح مسئله هایی گوییم که نفسی دارد، نفس و دیگر حلال میشه، خیلی شما قید کردید. نکاح مسئله محبت دارد، بعد چند سال همزیستی بین مثلا زن و مرد یک محبت، یک عادت خوبی با یکدیگر پیدا میشه که در دیدن یکدیگر، در بودن یکدیگر احساس مثبت دارن. مثلا در گذاشتن یکتشان از دنیا میرود، بعد به قدر میرسن، میگوین که چقدر خطای هاشون به یاد میاد. این همون یک جنبه گوییم که نکاحی دارد، یا اینکه دائم در فکر یکدیگر بودن، نیت فکرها را میبندن. بله. در عالم فکر خواهد نخواهد آدم کسی مسئولیت داره، کسی خطی زندگی فکرش میکند، در کجایی نباشه. حتی میرزا ترسون زاده قهرمان ملت ما گفته بود در جان شیرین قید کردم. بله. که دائم هر کجایی که بود یاد میکرد. بله. هرچند که با زیبا صنم ها، با کسانی رو روبرو میشد و با ما همنشینی میکرد، ولی در یاد و خیالش همسر خودش بود و این اثر نشان داد خیلی عائله مقدس بودن، محبت در درون عائله بودن در اون فرهنگ ملی ما نشان میدهد. یکی انسان مثلا من ندونم همچون روانشناس اگر فکر کنم معین میکنم که آیا همین انسان عائله دار هست یا نه، یا اینکه دوست می‌دارد عائله خود یا نه، چون که بعضی چیزهای دارد، نازکی‌های دارد که در متخصص میتواند آنها رو معین کنند. یعنی نکاح یک فرهنگ است، یک فرهنگ است، در ما خواهیم نخواهیم اگر به نکاح انسان‌ها زندگی کنند آنها رو سرزنش میکنند، ملامت میکنند، از آنها دوری میجویند. یعنی این را عوض کردن خیلی مشکل است
و ضرورت شاید نباشه. ضرورت نبود، لیکن اون گلوبالیزاسیون جهانی شوی که اومده فرهنگ‌ها رو ضرب می‌زند، شاید چون این فرهنگ‌های چیزهای مقدس ارزش‌هایی که در چون این مانند خلق ما هست ملت‌های دیگر، شاید همین‌ها سبب شوند که بعضی فرهنگ نوعی که از بین بردن نکاح، بین بردن بعضی مسئولیت‌ها، شاید اینها در همین چیز ضرب خورند و شکست خورند و شاید طرف‌های دیگری جهانی شوی مثبتی او به ملت ما بیاد، ولی ارزش‌های ملی ما باز مستحکم‌تر شود. البته در مسئله اجتماعیات بینید جوابگری دارد به نسبت یکدیگر، نگاه مثلا از طرف زن نگاه بینی شود که فرزند تولد کردن، خانه را نگاه داشتن. البته زن‌ها هستند که کار و فعالیت میکنن، صد آفرین با آنها، بدون آن باز کارهایی که در خانه میکنن و باز مردها مسئولیت دارن، مثلا حتی که ببینید خوراندن و پوشاندن، نگاه و بین و محافظت کردن و مثلا فراغت آنها رو تامین نمودن، آنها رو دوست داشتن و هاکذا مسئولیت هایی که حتی که هم در شرطنامه بستن عقد نکاح و هم در وقت نکاح از طرف دامنا نکاح میبندد گفته میشد که 6 ماه به چینمان، به آذوقه نمان و به حدالت خوب نکن، در حالت فلان گفته باز قانون آزوقه خودش داره. یعنی البته طبیعت انسان ها روانشناسان اثبات کردن که بعد 20 سال به هم زیستی زن و شوهر به یکدیگر مانند میشن. بله بله. نشان داد است که طبیعت هماهنگ میشود. بله. یعنی که نکاح هم یک چیزی بوده است که رشد میافته است. رشد میافت، کلان میشه، وسیع میشده است. با زبان دیگر گیریم، با زبان روحی گیریم، این نکاح فرشته است. بله. فرشته است که در اطراف انسان یک قوه به چشم نارسایی، قوه محافظتی، قوه برکتی تامین میکنند. و البته تصور کنید که حالا یکی از علمای روسیه در بشخیریه اثبات نمود که جنبش یک ذره خرد در یک کنج کیهان لپیش میدهد به کنج کیهان دیگر. یعنی هر واقعه و حادثه ای که در یک عالم میشد که نکاح در آسمان بسته میشود گفته و وقتی که طلاق میشود عرش خدا میجنبد. بله بله. در فرهنگ ما این میباره هست. بله. بله. پس از این برمی‌آید که امروز و این چیز خیلی با یک احتیاطکار، با یک احترامانه، با یک چیزی مقدس مناسبت کردن در کار و فکر میکنم که این از این رو سر کردن بسیاری ها میدونستن و ما شاید یادآور شدن که مناسبت دیگر شود. بله. اصلا در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان یک اصول استوار کردن نکاح اصول بسیار خوب پیشنهاد شده است، ولی هنوز معمول نشده است، زیرا در شکل حتمی نیست. این بستر عهدنامه نکاح. اصلا عهدنامه نکاح این چیزی نوی نیست. وقتی که ما حفریات قدیمه خودمان رو میبرداریم، حتی در زمان زردشتی تا اسلامی عهدنامه های نکاح بوده هستند در شکل خطی که دو نفری که به هم میپیوندند به همدیگر آرزوها، امیدها، شرطهای خودشان رو بالای کاغذ می نوشتند. نوشته شدن اینها چه اهمیت دارد؟ اولا میگن که یک نفر برای که بیاموزه یک عمر لازم است، زیرا انسان یک موجود خیلی مرکب است. خود انسان حتی خودش نه بعضا حالتی است که نمیدونه که از دست او چی میآید و چی نمیآید، در کدام حالت چگونه رفتار خواهد کرد. برای همین آموختن همدیگر حتی 3 سال و 5 سال شاید کمک نمیکند. میشد که همسبقان خانه‌دار میشوند، بعد 1 سال از هم جدا میشوند، پریشان میشوند. یعنی 5 سال همسبق بودند، استودنت بودند، در موردهای مشکل همدیگر را دیدند، شاید در پختچینی، شاید در خوابگاه، شاید در سفرها دیدند، انتخاب کردند، ولی در درون نکاح دیدند که آنها با همدیگر موافقت نمیکرده بودند. چیزهایی بود است که هنوز هم نمیدونند. از این رو شرطنامه ها یا عهدنامه های نکاح در این مسئله خیلی کار جدی است. من گمان میکنم که اگر که این عادت رو مردم ما به عهده بگیرند، آن رو همچین کار خوب قبول کنند، خیلی کفالت خوب می شود. از گوی روانشناسی بگیریم، وقتی که یک چیز رو میخونید یا خودتون می نویسید، در اون شرطنامه ها شرط ها رو نکاح شونده خودشون انتخاب میکنند، یا علاوه میکنند به اون عهدنامه، یا از اون میگیرن چیزایی رو. یعنی شرط هایی است که خودشون میگن، در اونجا امیدهای خودشون رو، انتظاری های خودشون رو جای میکنن که من از اون که شوهر میکنم که تو که مرد خاندان من میشوی، از تو چی امید دارم.
یعنی امیدها گفته میشوند اون طرف هم میشنوه. من از آن که خانه‌دار میشم به این زن از این چند امید دارم. در عهدنامه نکاح مردم ما از عهدنامه نکاح چرا میترسن؟ از تقسیم مال و ملک میترسن. گمان میکنن که اگر عهدنامه نکاح شرط امضا کردم اینو معمولا طرف مرد میترسد، پسردارها میترسن، زیرا خود مرد صاحب ملک نیست معمولا و کوشش میکنن که اگر که شرطنامه نکاح امضا کرد و اگر که جدا شد همه چیز ما میبرد، از خانه ما چیز میبرد، دعوای خانه میکند و غیره و کذا. و این نیت ببینید از آغاز در اکثر نکاح ها متاسفانه این چیز هست. کوشش میکنن که عقد نکاح رسمی نکنن، بعد نکاح چند وقت میگذرد دخترک در خانه شون به قید نمیدارند. حالتایی میشود که زن و شوهر جوان کودکشون رو مکتب میبرن و همون وقت مجبور میشوند عقد نکاح کنن، زیرا برای کودک شهادتنامه تولد لازم است. این همون اگر که به خاطر بیاریم یک آیه های خیلی زیبای قرآن که میگه خداوند کریم نمی‌نگرد به کار کس و گفتار کس، می‌نگرد به دل کس و نیت کس. انا همون نیت نادرستی ما در نکاح است. هنگام نکاح بنیاد کردن، وقتی که من پدر و مادر هستم، پسرم زن میتیم، من در سیمای این دخترک باید فرزند آینده دائم میبینم که نسبت به مسئولیت هایی دارم من، زیرا ما معمولا قرار رو پدر و مادران قبول میکنن یا که یک قسمی قرار رو قبول میکنن. مثلا اگر به جوان اجازه دادن که دختر دوستش انتخاب کند، توی اینا میکنن، بعد شرط های خودشون رو به این دخترک بار میکنن، بعد این رفتار کنه، این رفتار کنه. اگر در سیمای این دخترک فرزند خودشون رو ببینن، این حالت رو نمیتید. عقد نکاح هم میشود رسمی، حجت میگیره دخترک که من اعضای این خاندان هستم، با اون خانه در اون خانه به قید میگذارن که حق دارد در این منزل زندگی کردن. فرزندانش شادی کنان با خرسندی وقتی کودک تولد بشه میرن حجت زادنامه کودک هم میگیرن. یعنی همه چی در جای خودش قرار میگیرد وقتی که نیت ها خالص هستند، وقتی که انسان ها بی غرض دیگر این عمل رو میگذارن. ولی وقتی که در نکاح خیلی حالات هم شد که پسردارایی هستن که عروسی بدولت انتخاب میکردن و شرط میگذاشتن که دخترتون فلان 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 چیزها رو خانه ما بیارد، اگر به اینها بیاید ما راضی نیستیم، زیرا ما در توی خراجات کردیم. آخر این سودای عمر است، سودای بزرگ نیست. و هنگامی که در عرفه نکاح ما این گونه نیت ها داریم، این گونه اندیشه های خام داریم در سرمان، آن نکاح استوار شدنش خیلی کاری مشکل است. و اون دو جوانی که اختیارشون یک چیز رمزی بود، انتخابشون در اختیار خودشون نبود، به مقابل همه این چیزهای اجتماعی و اقتصادی که جامعه تنگ آنها، عائله آنها بنیاد میکند، ایستادگی کردن نمیتواند. و وقتی که چیز مقدس میگیم در خاطر باید همین نگاه داریم، چیز مقدس معمولا خیلی چیز نازک است. چون یک بلور یک چیز نفیس است، با اندک ضربه میشکند و وقتی از شکستن اون یک چیز دیگر هم به نظر بگیرید که وقتی که بلور میشکند به پاره های نوک‌تیز زیادی تبدیل مییابد. وقتی که نکاح از بین میرود اطرافیان از اون خیلی ضرر میبینند. درست است. باید ما بیننده گرامی حالا بفهمونیم که نکاح هم یک بیماری، یک کراهیت، یک نازکی ها و سلامتی خود را دارد و ما میتوانیم از کوتاه گپ زنیم در اون که اگر در حالتی که زن و شوهر نکاح میبندند و در فکر یکدیگر نیستن، یک رشته یکنده است. در حالتی که تامین نمیکنن یکدیگر رو از مسئله های اجتماعی، خانه و زندگیون، که غذا، لباس و چیزهای دیگری که برای روزگار در کار هستند، این یک ریشه دیگر است، کنده است. در حالتی که دیگر رو دوست نمی‌دارند، حالت احساس منفی، جنجال ها و بدبینی ها قرار می‌گیرد، رشته دیگر است. در حالتی که همخوابه نیستند، که جدا هستند از همخوابگی، این هم یکی از رشته های دیگری است. رشته دیگری این البته نداشتن همون قانون شهادتنامه قید عقد نکاح، این البته و نظر گرفتن در کار که این هم یکی از رشته های اجتماعی است که باید بدانند بیننده گرامی ما که عائله در حمایه دولت قرار دارد و یکی از که اون چیزهایی هست که رکنهایی هست که دولت توجه سخت به اندازه دارد. طرف دیگر اگر طبیعتا راست نآیند، طبیعت به یکدیگر راست نآید، طبیعت دو نفر، این هم یک کراهیت است. مثلا دو نفری عائله، زن و مرد اگر آتشین باشند،
آنها هیچ وقت راست نمیگیرند. البته باید یکیش مقابل باشد که پیش از آن که عائله برپا کنند باید این چیزها رو البته از متخصصان سایر زمان پرسیدن میکنه. چیز دیگر البته این روح نکاح هست، جان نکاح هست. این البته آن خواندن چیزهای فرهنگ دینی که در نزد شعور کیهان بسته می شود. این روح و این جان و این گویم که یدرا همان هسته‌ای نکاح هست که در حالت نبودن آن البته چیزهای دیگری آن که یک چیزهای اجتماعی و احساسی و چیزهای به هم زیستی هستند که در حیات اجتماعی بکار هستند ولی در حیات دیگری که انسان میبرد بعد اجتماعات خود بکار نیستند. چون که اونقدر این مسئله نازک است که حتی فرزندانی که تولد میشن آنها هم ناراحتی های نکاح میتواند با آنها هم بله آنها از آن حمایه که نکاح میدهد بله اوری هستند با استفاده کرده نمیتونند. البته به ملال میتونند بیننده گرامی مراجعه کنند در حالت هایی که نه بیماری های اویلا بیماری های خصوصا بیماری های نکاح سر میزنند میتوانند مراجعت کنند. ما میتوانیم کمک رسانیم سری وقت برنامه سازی کنیم، برنامه ریزی کنیم، درس دوزی کنیم اون جنبه هایش رو که زیان دیدند و سری وقت تبابت شود که کراهیت نبیند یا بیمار نشود و نکاح بین زن و مرد در تاجیکستان شریف ما در مردم ما هم در حفظ دولت و هم از طرف متخصصان تبابت شود و نگاه شود. بله یک چیز دیگر من میخواستم بگویم این چیزهایی که از دانش‌های عمومی جهانی علاقه جمع آمدن این شخصیت نفری که نکاح رو میبندد. دین‌های زیاد در همه دین‌های متمدن نکاح حالت دینی دارد، یک پروسیدور دینی دارد. مثلا در دین نصرانی در خود مسجد میروند نکاح میبندند و داملا اونجا نکاح میبندند و با آنها به نسبت همدیگر قسم یاد میکنند که در بیماری و در صحتی ما درباره همدیگر خواهیم بود در حضور شاهدان زیاد. و این پروسیدور آنها در همین شکل است رسمیات نکاحشون. در ما در شکل دیگر است که یک داملا رو ما دعوت میکنیم، معمولا در محیط تنگ دعوت میکنیم و اون سوره نکاح رو میخواند. ولی هر داملا هر شخصی که این سوره رو میخواند شاید آن قدرت بستن اون پیوند رو ندارد. و من در تجربه بسیار دیدم که وقتی که آدمان ارزشمند برداشت باید باشه. بله وقتی که آدمان ارزشمند دانشمندان پاک این سوره رو میخوانند آن عائله استوارتر است. در ضمیر این دو نفر آن روح پاک را جای کرده میتوانند. ولی که اون شخصی که خطبه نکاح رو میخواند خودش اگر آماده نباشد، خودش فقط دانستن مثلا سوره های قرآن شاید همین رسالت رو نمیدهد. مثلا در دین نصرانی واقعا بله همین رسالت من گمان میکنم کار سبک نیست. وقتی که ما گفتیم که مقدس است خود این کلمه همه چی رو میگوید، یعنی از قدس است، این وظیفه قدسی است. و مثلا در مثلا دین نصرانی اون نکاح شونده خودشون داملاشون انتخاب میکنن. در ما نه همیشه این همین خلاص یک نفر بعضم داریم تصادفی رو تو خطبه نکاح خونده میتونم خیر رفتیم یک جا به یک مسئله است و شاید خونده میتواند، شاید طهارت هم میداند، شاید نماز میخواند، ولی رسالت برداشتن این خطبه رو دارد یا نه این چیز تماما دیگر است. برای همین من گمان میکنم که وقتی که درباره یک پدیده بسیار مهم، پدیده واقعا مقدس، پدیده معجزه‌ای که دو انسان گوناگون رو به هم میتواند به درجه پیوند کند که دیگه اینها از هم راه جدایی رو حتی نجویند، این خیلی مناسبت جدی رو طلب میکند. و چنین بود چند صحبت چند اندیشه که ما در اطراف این موضوع خیلی مبرم، خیلی جدی و خیلی باطنی و روانی جامعه خودمان گفتن میخواستیم. شاید همه چیز رو گفتن نتوانستیم، ولی در دوره یک صحبت کوتاه تلویزیونی اون چیزی که امکان بود ما برای شما بیننده و عزیز گفتیم. امیدوار هستیم که از این صحبت چیزی برای خودتان برداشت کردید، چیزی برای خودتان پیدا کردید که در روزگار هر روزتان استفاده برید. با ما باشید تا صحبت آینده در تلویزیون سفینه.